توی این ویدیو قراره به مدت 1 دقیقه هر رنگی که گردونه به ما بگه رو خرید کنیم و بقیه‌شو یادم رفت و اگه تا آخر نخوریم خوراکیامونو اون پارت رو میبازیم که باید تمام خریدایی که کردیم و تا آخر بخوریم وگرنه این پارت رو میبازیم. اگر این ویدیو رو لایک نکنین این دوتا رو بهشون میکنم هر روز. YouTube please don't delete video. خب باز ما الان گردونه رو آماده کردیم و میزنیم ببینیم بر کدوم چه رنگی میفته. چرا صورتیش سبزه؟ برای من صورتی افتاد؟ خب تو هم بزن باز خودتو. یکی دیگه هم بزن. بعدی رو بزن. دیگه خب میرسیم نوبت من ببینیم من چی میگم. خدا بیافته قرمز پارت میکنم. نه چرا؟ کرم نمیتونم چی بگیرم. یه دیگه من پس صورتی تو کرم. یه دیگه چقدر تا میدیم؟ 30 ثانیه 1 دقیقه. 30 ثانیه 1 دقیقه. 30 ثانیه 1 دقیقه. سختش کنید. 30 ثانیه وقت داریم بریم چیزایی که همرنگ این چیزی که گردونه گفتش، مثلا من صورت یاسین کرم خرید انجام بدیم. پس بزن بریم 30 ثانیه از وقتی که اولین محصول رو برداریم شروع میشه. خب من الان 30 ثانیه از وقتی که این شیر صورتی رو بردارم شروع میشه. اولین وسیله رو برداشتم. یاسین رو ببینیم اینجا فعلا یه وسیله برداشتم. صورتی رو بخوام چی بردارم یه دونه دنت برمیدارم. جو همه دنت ها با هم چسبیده جدا نمیشه. یه دونه دنت انداختم. یه دونه از اینا بردارم دیگه. صورتی آیتنی پیدا نمی کنم. وای تایمم داره میگذره آجی. یه دونه شیر برمیدارم. چرا شیر کل چیزایی که خریدم همشون شده شیر. چیزایی که البته یک شکل نباشه اشکالی نداره، میتوشه چند تا داشت. من میام سمت این بر فکر کنم تایم داره تمام میشه. صورتی یه دونه اینو برمیدارم. میگم صورتی دیگاره. تایم هم فکرم تمام شد. داره تایم من تمام شد. همینه شد بریم حساب کنیم که ببینیم کدوم کالری ها بیشتره. خب 30 ثانیه مجدد واسه ما آغاز شد. دیگه گفتیم 1 دقیقه خیلی کم خورده. یه دونه این بیسکویت رو برداشتم. یه دونه این بیسکویت. آقای حالی چرا صورتی نمیبینم؟ صورتی خیلی کم پیداست. چیز هست مثلا این ژله اینا ولی به درد من نمیخوره. هر کی میخواد؟ وای 30 ثانیه کلا 2 بیسکویت شد. 30 ثانیه تمام شد. 1 دقیقه وقت داشتیم و من تو کل این 1 دقیقه همین چند تا نمیدونم چند تا شد ولی میریم بیرون بهتون میشمارم که چند تا شد. رو صفحه براتون تو ادیت مینویسم. پس بزن بریم ما سراغ حساب کردنش. میریم سراغ اولین چیزی که میتونیم بگیرم برداریم. من اینو باشه 30 ثانیه هیچی نیست. بره کجا خوراکیه کجا؟ سلام علیکم. تمام شد. نه بابا تمام شد. نجیبه نشد. دیوان تمام شد. یه دقیقه کن. 2 تا چیزی چیه؟ این همه برداشتی همین 2 تا رو برداشتی. من همه چیزایی که برداشتم شیره. یه دقیقه کن. یه دقیقه کن بخور. 1 دقیقه کن. 30 ثانیه دیگه خداحافظ. آقا 30 ثانیه دیگه وقت گرفتیم. من همینجا آماده کرده بودم.
این کرمه. این کرمه. نوشیدنی میتونیم برداریم. دنبال این نوشیدنی هم ببینم این نوشیدنی میتونم بردارم. اگه تونستم که عالی میشه، اگه نه هیچی نیست. آجی کرم دیگه نیست. کرمه دیگه، با همینو برمیدارم. همینو برمیدارم، حالا ببینیم چی میشه. رسو این همه چیز کرم دیگه برداشت. همینو من چند تا شد؟ کالری من ولی بیشتره. من 6. کالری من بیشتره. من واسه من شد 6 تا ایتم، واسه 1 2 3 4 5 تا ایتم. کالری نگاه کردی؟ نه ولی کالری من بیشتره. بریم حساب کنیم کالری چوری. خب ما رفتیم همه آیتما رو خریدیم اونجا. دیدی من گرفت حالم بده. سری مجبور شدیم. کلا مجموع خریدا شد 193400. نمیدونم فوکوس میگه یا نه، ولی عکسشو میذارم توی کلا شد 193400. ببینیم تعداد کی بیشتر بود اولا. الان من زوم کرده نظره. آره این واسه من تعداد تو بیشتر بود، چون من زیاد قابلیت این 2 تا 3 تا این یه ذره کرم 4 تا. چرا این شکلیه؟ آره معلومه. مونده دیگه کارش. من اصلا دوست ندارم. اون کشمیری اون نردون بود. این خوب. همه یه شیر متوازی گرفتم. این شیر عادیه، مثلا این بیسکویت. این چیه؟ این شیر کمچربه. این کلچه این کمچربه. نه کمچربه. مثلا دسر شیریه. نه بابا اینا من دوش کردم دیگه. من دهنت توت فرنگی. توی تعداد بخوام حساب کنم 1 2 3 4 5 6 7 تو 1 2 3 4 5. توی تعداد من بردم. واسه توی تعداد میشه. حالا بحث تعداد کار نمی با بخور. برنده خورنده است. کالری اگه بیشتر بود دیگه. تو دهنت داری کالری تو هم داری دیگه. الان 3 تا ما نمره داریم. یه دونه تعداد که تو بردی، کالری و خوردنش. آره خوردنی که من هوا خوردن به ماشین حساب بزنیم ببینیم چند کالری هر کدوم. اول واسه منو بزنیم. مثلا رکورد انگلیسی نوشته اصلا. خارجیه. ناموسا انگلیسی نوشته. برگردون. وایسا. باراکا دیگه نیست. چرا توضیحاتش انگلیسیه؟ باراکا خارجی نیست. باراکا کجا خارجی؟ نه من خارجی پیدا می‌کنم. آها این ورش فارسی. تعجب کردم ایران. کالریشو بزن ول کن. اوه 130 کالری. 140. من کورم بچه. 140 کیلوکالری. 140 به اضافه 131 به اضافه 112 بازی. صورت خودی به 90 به اضافه 90. اون خیلی کاری داره. به اضافه 133 به اضافه 104. باختی. چند شد؟ 800. یا وفا 800. رو بهش من این نده دیگه. زده اینا شیرانه ما یه ویدیو قبل این اسمارتش هم حسابه. اسمارت جو بخوام من بخوام. اسمارتش نوشته. این 121 کالریه. بله 121. اسمارتش 50 در نظر میگیره. بیشتر از 50 اسمارتش. این کافر این به این بزرگی 21 100 تا نبود. این 100 تا 60 دیگه. 10 تا فرق کرد. 60 علاوه 60 علاوه 180. این دو تا سوشا. واسه 2 تا 180 دیگه. قلم برف میزنی. ببخشید دکتر بهرام. حالت نه. واسه من مگه اینا 10 تا شده. من مگه 10 یه دونه است. این به این کوچیکی 120 تا هست. آقا نصف 120 تا. تو کوچیکی 120. اوه نزدیکم شدی. واسه نبود. تو بعد 200 باش. 142. برای 142. آقا چیپس من خواستم. ول کن. اونجوری باشه من بخوام بر اساس گرم حساب کنم. من 100% برنده. نه گرم نداری. چرا گرم ندارم؟ اینا چیه باز؟ نه باز. خودت بده من بردم. چی بردی بابا؟ من چیپس هم قبول ندارم. چیپس خیلی کالری داره. چیپس آره ولی این چیپس با طعم ساده است. هیچ طعمی نداره. با طعم اینا چربی کاهش یافته تازه. واه خدا لعنت کنه. چیپسای زیروه. من چربی خواستم. 770. آها من بردم درس بدی. گفت من زمان کم حساب کردم. اتفاقا من 20 ثانیه بعد این ویدیو گرفتم. باشه تو بردی. ولی کی موقع نبخ. واسه کمه واسه من نگاه کن من اینا رو بخورم. وای. بعد آخه چیزای بدمزه من تو فرنگی متنفرم ولی گردونه صورت داشتم مجبور بودم. بخوری. من شیر شروع میکنم. آب میبد باز خوشمزه است. پشنگ فلوده ولی چه موز عمه پشنگ فلود. موز داره؟ نه بابا اون زیاد جمع میشه.
بو کن. او با کلاسا نداره. با شیرش خیلی داره میریزه. وای وای گاز داشت. آب میده گازدار باشه. این هم ولی این فاصله داشتی. قرآن فاصله. چرا فاصله گاز میده؟ فاصله گاز میده. با شیر مزخرفه. نریز. خیلی بد مثلا توشه. نه خدای بیت سوم نمیشه خورد. من نمیتونم. اصلا تماشا نجوزم بده. این خرابه. وای. این خرابه. این خرابه. برای نمیشه خورد. این تست بکن. خدای تست کن. شراب چیه؟ شرف. نمیتونم بخورم چون من میوازم که. برای این فاصله داره نیست. انتخاب آقا این فاصله اصلا گوشو ببین بو کن. ان میده. درش از اول دو نری. تاریخ انقضا تا 20 روز دیگه تاریخ داره. 25 این تمش اینطوریه. آره بابا اون اینجور میوای عجیبه. من نمیتونم بخورم. باید بخوری. میری نخوری دیگه من نمیتونم بخورم. آیتم اول خوردم. خوردی؟ در نمیتونی بخوری غن میگیری مثلا. من دارم. آتون نمیتونی بخوری لفت میدی؟ نه. خامون نخوردی. تا نخوردی نمیتونی بری آیتم بعد. میخورم. آیتم اول خوردم. ناموسم میدم داره میاد میدم داره من فوش میده. یعنی تو این شیرا رو اصلا نمیتونم بخورم. باختی. تو قبول کن. من یه دونه خوردم تو هیچ نخوردی. تو باخت قبول من میخورم مثلا. بخور همون رو بخور همون نخور. واه شیرش خیلی بد بود. مثلا فرض کن 4 تا قهوه بخوری بعدش به شیر بخوری. بعدش ما بریم کیر. مثلا این بابات بعد از همون میره. توی نمیتونم اینو بخورم. لفت بده دیگه نمیدم. به زور دارم میخورم. اینو خوردی الان کامل؟ آره یه دوش میده. دیگه چه خوردی؟ شیر نام کردم. میشه بگم چیزی تو که بدم میاد چیه؟ ما چیزی تو اینو اینو ما بخوری. این نخوری باختی. من الان لفت دادم از تو باز بردم. من یه دونه هم کامل یه روز دادم. لفت بدم من راحت کنم بازو. نه. اصلا این گوه همونه تو $5 جایزه ارزش اینو نداره. گوه بزنیم که هم بزنیم همین بخوریم. $5 میشه تقریبا 300 تومان. 150 بهت میدم لفت بده. قبول کنی؟ 200 میدم لفت بده. خودت میوازیم داری. نه دیگه تو لفت بدی من برنده میشم. $5 درست چه میدی من صد خودم واسه اصلا برنده میشم درست جایزه نمیام ولی برنده. این چه چیزیه؟ من میدم خواهد کوچیکه نمیشی. میدم من کوچیک داره. بازنده تمام. $150,000 تومان معادل تقریبا $2 رو لفت و شرکت سال من 200. نه من گفتم 150 ویدیو چک نه 200 میره بیرون اصلا اووردوز بود. دم گوه جری من بخورم. دو تا آیتم خوردم اینا باقیمون بعد نتونستیم بخوریم چون قبلش یه ویدیو دیگه گرفتیم و کلی قهوه خوردیم. 4 بیناموس دستم کثیفه واقعا. 4-5 تا قهوه خوردیم. مرسی که تا پایین این ویدیو با ما همراه بودید. اگر دوست دارید کانتنتی که دوست دارین و ما رکورد کنیم ویدیوشو بگیریم تو کامنت ها حتما بنویسید. دمتون خیلی گرمه. تا ویدیویی بعد خداحافظ. من خودم تو ادیت غیب میکنم. شما عجب ادیت یاجی. معجزه خود بودی ادیت بود.